زمین زنان دختر گرفته سنگ دی سر هزار دختر مفته دختر کار کنیست. تو خوار زدن نداری بیادر زدن نداری. نمیتن برای ما به خاطر نمیتن مال داری ما نمیتر بچه تام کاریگر نیست تو کار میکردی زحمت میکشید میدادن وقتی شغل باشه بیکار باشه دختر خود چی پیغام آدم میتبر بچه تو امید چهار طرف با دشمن است. میخوایی صدبان خوش شود 4 نفر دیگر اینو یا من دیگه دشمنم است. تو دختر توقع نداشتم که توی تو گبره شوی باشی. چی کردن یاد سرکی کردن به خدا دیگه که من میداشتم بچه من باید در چای سیتی که من بندواز نبودم رو پیسیشو میدادم با خدا ندارم خوشیشان مادر تبو مادر داره مادرشان نیست رفتن کجا رفتن پیشتر دیدیم چون بر آمده رفتن خب که آمد از همون پیسی چای سیتی که بگی بعدش بده که چند آمده؟ اینو 15 ساعت نشته کرد اینجا 15 ساعت دونم رو بچه تو بده 15 ساعت دیگه دادن نمیتونی نیکو ما کنیش نشان دادیم خویج ما کشنی کار دارم نه دیگه مثل سابق هستم چرا قصه گفته پیش تو نمیفهم مقصد گفت که یک رقم به طور دیگر رقم شده سمیرا ما چون که ما گفتم نیست سمیرا خود چیز نیست خیلی چی داره شما نگو داری نکفر مادر جان کاش که نمی کارا نمیکردی به خدا اینمی کار بیخی برای تو دردسر جور میکنن یا آلو دخترم خواست به خاطر تو که خوارای مادر من خود در بین اینمی آتش سوختیم من فکر که بیخی من مردم تو عادت کردی نمکسم با خدا مسئولیت داشتم مگر این چرا من من خیلی چیستم من تو مسئولیت تو رو دارم در قلبم نداری فشار سر بزیاد من برات مهم نیستم تو به من ارزش قائل نیستی من دوست نداری کارت ندارم خاک سرک چقدر با من رفت از روی سرک هر چیز جفت شد آورده توفه گفتایی کلش بگی ببر به خوراید بودی خاک سرتان شوایی که من گرفتم فقط ما بزرگ کشش بودم ببر کمشه چی دیگه تو؟ از یه رانده تو چی کنم این تو؟ میتو وسایل دومات بچه کارت چی کنی میشه خاک دمی سر شد چی میگی تو؟ چی کردم تو؟ دیوانه شدی؟ نه دیوانه سر جایش اومده عقل در سرت آمده یا تاویز جنبل شدی چرا قبل؟ نه چی شده؟ چی بلا زدیده؟ که سر تو بچه نازنین تو کبر میکنی چی گپ شده؟ یا کسی در زندگیت نه آمده چرا کم؟ خور دیگه طوری میکنی؟ آسنا تو کبر کرد کنار وانه دنان خوردن خود آسنا تو شب ایران ماند بوده من اگرفت بوده بی مسئولیت رفت اونو را گرفت تو چلا گرفت نه که دنان خوردنش ایران مانده گدایگرا را پیسی حتی چای سیپتی که ندارم پیسی کرای خانه خدا ندارم بلند پاسش چی کنی تو بودیش آلی ازی بچه چی بدیدی تو چرا بکنه سایل نشان میدی سلما خالی نکن سلما چی نزن آلی چرا با مردم سایل نشان میدی و دختر یک دوست نداریم ما هزار دشمن داریم چرا تو که دشمن کتی دیگه نمیدی جمعیت است من دوست نداره چرا دوست نداره مسئولیت نداره یک زن به من نمیزنه چرا زن نمیزنه بچه اگه دوستت نمیداشت نمیکنه زن نمیکنه اون بدل خود آمده او دختر
ببین که اینمی امید در اینستاگرام میره که دخترها مسیج میکنه. چی؟ تو میره عکس ویدیو یا خدا میندازه در تیک تاک اینستاگرام یا که دخترها جور آمده. من میگم که چرا با مثل نمیزنه، چرا پرسان من نمیکنه. مادر اگه نمی آدم بیخیات آدم خر سگه اگه می آمده چرا ما همین ما پس می آوردیم به خاطر زمانت خانه ما. چیز من تو میکنم بچه موضوع کجا رفت هر از کارو برامونه چیز کار داشت من مزاق کردم رای زیخته خورد که نوست فهمیده که مکم کرد. خب بخاطر چی باز؟ بیشتر رفتم خود بیشتر تام تو که فکر دیگه شب بیچاره مانداب شده. دیگه دخترم میتونم مثل به تشویش بود که این چرا آمده چطور آمده. من میخوام مزاقم ارش خندی کردم باور به خدا که من جدی نگفتم. گفته که ترکی میگیره من گفتم میرم در اینستاگرام نقد دخترها رو کورس میکنه که مسیج میکنه اون موقع که مکم کرد. خوب باید که دخترها میرقم مزاق میکنه حالا دختر مرا نگه ایلایت میکنه بالا پس برو خیر و دختر از گپا رو میزنه حالا دخترها رو یاد که دیگه خب بخی سرلت شد دیگه تا خود پس نفهمونی فکر کرد که راست میگی خیر باز نمیگی چیزی که لازم کرده بودم کارش وقت خطا پر که زد موبایل به چیز دیوار دیگه طبیعی ببه خیر و خود دختر سعی سر یک مجبور است اوناس خود میکنه دیگه تو چی کو خیر دیگه این گپا رو پیشروش نزن آزار بسیار نازدانه هم هست دیگه گپا خو بخیر ما خز جدی نکنم دخترم فقط یک مزاق خود جدی فکر کرد چی بگی دیگه؟ خیلی دیگه آرزو رو نام میکنم که خود کارش غلط است دیگه نباید تو را بکنم باید خود تو هم ناقم گپ زدی نه من باور گفتم از مزاق برش گفتم من خب میفهم که مزاق کردیم بسیار به تشویش هم از روی تلفن هم قسم میکرد دیگه بچه هم میتونم خلق شدن کرده بود میتونم دیزش فشار بود من فکرش دیگه شب تو به خنده میگه بیاد کنم اگر من میکنم میدونم که قدر خفه میشم من باور کرده در زبان نمیاوردم خب همون گپ دیگه من هم فکر میکنم فقط به خاطر از همون گپ جگر خون شد دیگه حتما رو راست فکر کرد تو من فهمیدم که مزاق میکنه نه بخاطر دنیا رو برابر نه دیگه زیر رقم مزاقا رو ارزو نکنی نه راستون بخاطر ترسنده شده حالا بکمی کالای تا بکش همی خاک پر از روزی که کوچ آمدیم اینجا تو هم کالای تا نکشیدی همه قپور نگو سرمان حالا پوری چی گفتیم خوب گفتیم که کالای تا بکش که خاک پر از مردار است هست که هست تو وظیفه نمید بوش باش چطور کنم خب بیاش که کوچکشی اگه پا غلط خوشه یا پا جمع شوی با خدا من نانید راست میگه که من چون پیپا بیاره که فلان کو فلان نکو خوب میکنه چی را خوب میکنه؟ اقتصاد هم خیلی سواد هم نداره اقتصاد دانه است نه چی را خوب میکنه خیمه رقم گپ که هست برین در یک دشت کوچ کنین در یک دشت یک خیمه بزنین زیرم خیمه بشین بازار کار کردین بکنین تو را نگم که خدا برخیم مرا چرا ببری؟ شما ننه و بچه یک جای برید که فقط گل یک باغ هستین با خدا قسم هستین لالا اجمل و کی مریم از پشت شما رفته باشه به نظر خودش حالت تبدیل شده این همی تو سرکنده فقط مادرت وریسی خوب است میگیم من بچه مادرم هستم چی میگونیم؟ من بچه نانیم هستم در نظرم دیگه اولاد نداره اولادای دیگه چرا خمادن است نانی تو خوب اولاد داره بخیرم چی؟ نانی من چی کنه؟ یکی لقای یکی شنا متوجه گپایت باش تو را سایگو تو هم که طرف از روخ نرفتی چی کنیم که طرف از رو نرفتی؟ نه خویت میخوانه با مادر چون نه با متوجه گپایت باش که خورای ما و مادر ما یک چیز نگویی خب تو که گفتی ما دیگه من چی گفتی؟ چیزی که حقیقت است گفتی؟ فرمون حقیقت است از من حقیقت نیست از تو حقیقت است و دختر بس کوچیز یک سر شو آمد و دختر من تو چی بگم جان میگی خب مگم من بیخی دلکم از تو بیخی نامید شده بیخی دلکم از تو شکسته تو بیخی خوی خیاست اینمی داماد ما گرفتی بیخی طرف خوی خیاست شوی درفتی بچه نکو تو کارا چی کنم مادر زندگیم کتمی تیر میشه صاحب اولادش هستم چی کنم خیلی من خود نمیگم تو کتمی زندگی نکو دورا جان میگم خوی خیاست شد نگی عالمی مردم اطراف هست این مردم اطراف مرد زیاد میخورد تون خوی میباشه من میفهمم که تون خوی تو سن از اون نرو من نمیگم در گفتش نباش بر گفتش باش زندگی که من قید تو را کدام از خدا نکته گفتیم عالم خورت است امو خون پدرت است امو اولاد ماست تو از اون من فرق نمیدارم مردی بر من گل یک باغ است دختر شیرین ما یعنی مرا سکت سه چهار ماه توی نماندی که برم در بادر این زنکر گفتم که دیگه من خانه کشنه به ندار اگر
او خوب میگو دختر خود میداد خوب میگو رفت چرا میرفتم شوش از پیش دو عدس دارم برفتن تا شوشم پاک کرده رفته برام رفته از پیش شد اول منش کردم دیگه نمیمونمش که لنگ خود رفتم نه کشنی رو بزنم دیگه فایده نداره که از دیگه کم زمینی یک بدرد نمیخوره خوب میگو چوی از پیش دو میرفتم یعنی من نمیمونم نمیزد خانه از او بخوره قد تایید به منش هم نکنم که نه پاشدم شد یه دست آقا ما خراب بیام نما که تا شد چی میکنی سمیرا؟ من داده بودم سمیرا؟ میگم من دادم دیگه اونت مرسلم تو خواست پیش چشمایم به خدا گم کن. چرا پس چی شده سمیرا؟ پس خود سایده خیلی منافق بوده تو بخدا پیش خوبی رو نفهمیدی مرسل فهمیدی چی شیطانت است که تو رفتی پیش مامان شیطانت کردی؟ چرا میخوای درس بندازی؟ نه درس چی میگی سمیرا؟ مال تو ما بس مرسل بس هست دیگه برو از پیش چشمایم به خدا گم کن. ولی چی گفتیم که اگر حقیقت بوده که گفتیم ولی چی شده که تو عزیز یا خود زیر نظرم بد نکن فهمیدی؟ عزیز یا درز ننداز ولی آدم اشتباه کرده باشه که بگه که من اشتباه کردیم خب من چی کردیم ولی که خب رفتار میکنیم این دیگه نمیخوایم ببینم تو دیگه نمیخوایم سوایت بشنم مرسل برو دیگه از پیش من سمیرا ما اینجا باید سایت پایین کن نه ما باید مثل خوراست اینجا خانه زندگی میکنیم خدا نکنه خدا ما رو خوار تو ایج نکنه خیلی کردم خوب بودم نه خیلی کردم خوب بودم تا این بعد از خوارم تو میکردم از من توقع از کار از تو نداشتم من چیکار کردم تو میره بگو نیم چرا پیش مامایت گفت شیطانی کردی شیطانی کردی پیش مامایت تو این قدر جرم میکنی مرسل حالا بچه بود نگو میگه وقت مرا میگفتی من یک کتش حل میکردم من روش میشتم گپ میزن که بچه تو راستی هم میتونی یک کارو میکنی تو راستی که دیگه کس ها به تماس هستی نه خودم بچه تو نمیشناسی من خوب شناخته میشه نمزادی دوره شناخت هستم تو آن خدا داد ناکام شد دیگه نمیخوایی میشه و دخترم تو چی میگی شیوید سپای مرا بردی نه خودت یک گپ باشه بچه با خدا اینمیز احمد بشنو سرت خوش میشه خوشحال میشه بچه خوشه من چی کنم میشه از اینکه بدبخشم کل زندگی من یک سم یک آدم باشه یک نمیخوایی میشه یک ما بود که ما کجا خانه میپالیدین بطل بابی بچه رو بطل بابای در بطل نمیخوام رو بریش کنم رنگش در گوشه او بچه تو نگو بعد از بیگانه نیست از خود است نمیخوام تو نکبت بچه ها زور گرفته نمیگرفت مادر تو پشت خانه شد خود سعیس ما تو نرفتیم بچه مال عالمی و باید بطل که من رو بروید کنم اما تلفن پیشوری خودم هم اگه استگرام نمیشم من خود شناخته میشه سرش دیگه توی گرم است که در قصه من نیست بچه من ببینم من کتش گپ میدم چرا؟ برای چی تو کارم میکنی؟ بکشه از کلش گرفته بکشیشه نمیخوایم میشه برای کسی که میگیره که نظام دختره که مسیج میکنم برای اموره بگیره او دختر میخوام مسئله یک چادر یا یک پیران نیست که خوشت نامد برای اموره پس بفروشم یا بدل کنم میشه کسی روی میکنه ما بزرگ گرفتیمش ما پشت خانه شد رفته و دو زن که مرا بنواسید دیگی آره چی گفتید که تو رنجیدی از پیشش؟ چی گفتید؟ نمیخوایم میشه دیگه من تو با می سر چشم خود دیدی؟ داری کدام ثبوت؟ من ترشح کرده بودم خوب شد به زبان خود اقرار کرد چی گفت به زبان خود؟ دختره در اینستاگرام به من مسیج میکنه 1000 تا خریدار داره همونطور گفتید؟ دیگه جنس نیلامی زیاد خریدار داره همونطور گفتید؟ نه او دختر از نازنام از خوردم است او خاطر تو کارا خو میکنه ما فهمم بشم اونجا گفتم که نیست مذاق میکنه دیگه خب فکر کرد که راست نیست خدا نه مجبورم قرار که دیگه جذبی بالا کشگر نکنم دیگه یه همیشه کار میکنه نه با خدا از وقتی که نامزاد شده نمود شده پیش از این من تو کار آرزو نداده بودم همیشه روش مانده بود دانش مانده بود دخنده از وقتی که نامزاد شده هم بدخوی شده اما دقیقه جنگ کار دقیقه کار نه باز چند روز آخر خسرش فشارم داشتنی هم نیزن پاکای منم میگی شفاخانه رفت آمد و ریزه شد باز این نام خارج رفتن تو شده خب بیخی و تشویش شده دیگه از اون خاطر من درکش میکنم من خاطر چیز نگفتم یکی دیگه به خاطر چی بود نه آرزو بیا نگذاره جگر خونه است که من چون روز او دفعه خبر داریم من چون یک قدر گفته بود که آرسی از این میگیرم که باید زود شاوی میگه نه ما آرسی نمیکنم قدر زود که اگه کنم ما چون میگم خود دختره که خواهشات خدا که سلما خودتون تاثیر کرده است فامیل است در اجتماع گشتی مردم دیدی این معامله خوشی چقدر کتال بخورم قرده و گپ میخوره باز یک دوست نه ما سرتش من داریم دور نزدیک امید سعی کن فقط خدا یاره که یک
یک مشکل یک پوینت منفی شما رو پیدا کنه همون موضوع رو محکم بیاره شما را اذیت کنه. میفهمم میاله به خاطر تو ارزو چقدر گپایی که جور نکردن نگفتن که من چه دوست خو خیر این آدرس شین نزدیک امو افسری که شماری ناشناس ما اون نفرشم شناختم. کور خود بینای مردم خدا نمیبینیم مردم هم میبینیم. از شما گپایتان بسیار چتیست، گپایتان بسیار بد است، بسیار خراب است، بسیار شرم است. یک جای نه شرم است، نه جای عیب است، نه جای دیگه است. نداریم، بیکاری است، بیروزگاری است. غیرت نداریم. غیرت هم داریم. کل چیز داریم. که غیرت داری به خبر کار کن. چرا خانه شیشتی؟ چرا میگه بالی مشیشتی؟ چرا نگاه کردیم کار کرد. این غیرت است. نماندیم تک بسیار بد است گپ، بسیار زیاد. نماندیم تک بری خانه مادر سر گپ بزنن. باز بیت درات بیا. اما که مرا خانه مادرم نماندی، اما که مرا خونی دل دادی در خانه، اما که مرا سوختاندی در خانه، خوب شد. اما که مرا داتش انداختی در خانه. خیلی تو چرا مرد هستی که تو چرا غیرت داری که تو نگاه میکنی زنت؟ تو باید مثل ما ورشی. من نمیرم خوی بایی که چهار بار تو همون خانه. خلاص. خدا هیچ کس از طرف تو مادرت نبرد. میبرد. خدا نبرد. تو را از این خاطر گرفتیم این طرف ببرد. مریم عاجز گیر کردین، اجمل عاجز گیر کردین خلاص. چی عاجز است؟ هر کس اخلاقش رفتارش به خودش است. ما این این خانه نباشیم خرابی میشه. ما مادرم هستیم کل زندگی تام در کنترل گرفتیم. تو مادرت هستیم که کل زندگی رو در کنترل گرفتیم. کل بربادی رو در خانه ایجاد کردیم. هیچ بربادی نکردیم. شکر تام خوش است یارم هستی که ما اینم از برکت ما اینم مادر تام خوش آرام است ما. رفته کوچه نه ما چطور کنم مامور چرا کم بیفهم ما خود دل من نمیت ملاق زده رئیس و خدا بفهمم که من زمین را میرم میاد آسمان دخترم صدقه پایایت شو خدا نکنه تو تا اونجا رفتی وانمو هم خونه ماست سیس نه خو خیر ما کتش گپ نمیزنم تو خو مادر تو بد میکنی که نمیزنی گپ باز نمیگم خدا گفتی چرا گپ نمیزنی حالا خو ما گپ نزدم چرا نمیزنم چرا برات زنگ نمیزنم حال تو خفه ساختی او را مرد 3 ماه قید کردی نموندی که برم دیگه خود خوب میکنه که نمیزنه زنگ خفیش کردی قید کردی او را خودت چه نگرفتیم که برات زنگ نزنم او اصلا دوستت نداره مادر جان خانه اولاد خود کس نمیذاره زنگ چی ضرورت داره با ما زنگ بزنم چرا من مادرم نمیامد خانه 100 دفعه برش زنگ میزنم من نصیحت میکنم گفتم آشتی کو بود پشت گپا نگد خود از 4 دنیا سود خسارم چشم پوت شده نه همین تو نه مادر که یک روز بمره باز افسوزی میکشی چرا من گفتم نکردم مادر جان گفتم یعنی من بر چقدر زنگ میزدم نه خب من قید نکردم تو برای 3 ماه قید که یک دختر ما آشتی کنین گپ بزنید بری بیاین که من شما تا هر جای ببینم که اگه مردم دیگه ارمان ندارم مردم افسوزی نکشی دشمن ما گفتم دیگه خدا گفتم میکنی خب نمیکنی من دیگه از خفه میباشم ما چی بگویم مادر جان که دیگه به خدا که هیچ تو مرا دوست نداری فهمیدی؟ دوست ندارم که 3 ماه شیشتیم اول از وقت خبر نه اونا رفتن من نال من کجا رو بپالم مگه زنگ نزنم من 3 روز دیگه زنگ نزنم نبینم مزاره میترقه خلاص سایز مادر جان برو که زارت نکرد که خود روان است برو که جارت نترقه چی که بگی باز میگه که جارت نترقه چی اصلا ما خراب است چی دیوانگی میکنی دیگه دیگه نمیمونم که من نمیزا خونه شش نمیر بخوره کار کرد مردم نفرم برام چکم از آمد به کشم کار کنم دیگه نمیمونم میشه برکت تایی دیگه ما از بار بست کرده برده اگه بگو چور شوید میرفتش پیشش برو گوشو تا میگه سرد تا که میره بخور چیز پاسه کلر ریختانده در زمین کلر خراب کردی یا سعی تمام رو ندارم بودی کار دارم تا نمیرفتم کلر بود که خانه میشه ما چی تو من بکشم برو گوشو این بطن دستم گرد شما زلال روزگار خراب بیچاره هیچ چیز تشنه ما ندار بطر داره رو بچه دیگه خط رو نمید هیچ زندگی هیچ فایده نداره بس از دیگه هیچ ضرورت نمیکنم ما با مامان میچینم فقط خودت که به خودت گفتم به بین خود حل میکردیم مرسل بین خود حل میکردیم چرا رفتی پیش مامان گفتی گفتم ناراحت است در خانه جگرخونی خوب نیست با وقت من جگرخونی تو رجدا نمیتونم من خدا خوش شدم بسیار خوش هستم از کارت خیر ببینی خانه داخل میرونم ما که تو خوار گفتم واقعا خوار مرسل من داخل کنم ولی نکردی میرفتم نکو باور کو نه تو جگرخون میشم ما جگرخون میشم چی فایده از زندگی در خانه خیلی ببینیم مرسل جان تشکر از خوبی یعنی میخوای اگه خوب خوبی دیگرم برام بگو دیگه پیش چشمایم نیا کجا شوی بر مامان برو بگی گپ ما رو بکشم ما بریم دیگه پیش دیده نشم در خانه ما میشه که خانه هستیم که گپ نزن مرسل کوشش نکنید یک کلمه گپ بزنی ها ولی گفتم شاید من چیکار برداشت کرده باشم
کار کردم پدرم از خانه سر ما بیرون که لازم نبود گپ برو پیش مامای تر شیطانی کنی. ما شیطانی نکردیم سمیرا. خب سعی خبر رسوندی شیطانی نکردی. بگم نکردیم. ولی مامای دست کجا خبر شد خیر؟ با مامای اون حقیقتی که به خودت گفتیم اونم رو گفتیم. میخوای مامای درس بندازی علی؟ نه خدا نکنه ما چه تعریف میگم که تو جگرخونی نکنی میگم مامان چه قصادم خوب است. تعریف کردن نه دست. نه استولی نه ما کدام وقت مامان بعد گفتیم خب بیت از باشه بعد تو چه قسم باشه؟ خودت کدام وقت ما بعد گفتیم یا مامان خدایا دیگه حال پورا که دیگه این روسیا گیرم از کجا برم این غم از کجا برم کل دنیا یک باید باشه من نمیگم میشه دیگه خلاص شد نگو بچیم بود تو نگو نامزد از بچیم بعد اما جواب بی بی آجی رو چی بگیرم اعتماد ندارم اعتمادش خام شده ام بی بی آجی بیا مرا خب پیش بی بی آجی خب بیخی ده یک پیسه کرد او خوارتونو تو یک کار کرد بیخی بی زبانم ساخت روی ندارم پیش بی بی آجی آخر گری خرف اینال توی کارم میکنی بی بی آجی نواسی دختر باز خواهد میکنم با من چی؟ ما خب برش خیانت نکردیم ما بدون اجازه شک قدم پیش نمیمانم و این دو سرادش در کجاها رسیده دایره بچیم گو مثلا که چی میکنی؟ ما سودا میرم چی میکنی؟ ما وظیفه میرم بلد نمیست که وظیفه میریزم او دخترم بچیم بجان قربان از خودت ما جان قربان بچیم خود چی کنم ما زیر پاش گفتم زیر پاش نفت من نگفتیم جان بو قربان بو از خوبی از قدر عزت تو خودت قدر محبت بر از او بده که وی ضرر پیدا نکنه که محبت بعد دیگه جو مسج کنه و گپ دیه خوب این داماد چون به خدا زنک باز برآمده حتما دختر از این مگریزه اونه چی میگن استراگرام میگن چی میگن اون دامی که تو گپ میزنه یادت دارن سر بچه من کبر کردن با سایت کبر سر خودشون زوال میشن همیشه این شوی ارزوشم زنک باز برآمد 420 برآمد اون نه چی پیسپلوگ است بسترگلام چی نمیفهم بخلاق بفهم دونوی کن تو دختر وقت پیدا کرده دختر من گفتی چیز نگفتی میشه دیگه بیا دروازه رو برشو نکنم دختر موتر نکو به خدا دختر امید اما آسانات خورد دمو خانه تانه خور میشه ما دیگه خون باشه به خاطر آسانات بیاد به خاطر آسانات زندگی من خراب کردیم برای بچه پاکایم دادین ما باش که موضوع شمال شود و اینه که برکن قربانی دادیم زیاد است کتبی بگی خطرم ببر برد بکنم او دختر مرا باندنی کارم مرا باندنی خدا نشرمون نمیشه منو بتیشه خدا تا اصل کراچی خریده چیزای برهم نخریده ما برای تو باید گپ میزن نه من گفتم برای مای فون هفته بیار و من رفتم موبایل چینایی سنگ پای آورده کاب دستر که این موبایل خریدنه موبایل کم تجش کار نمیده تو گپای بزنه این مادر بفردیم کاش که کار یک روزه دو روزه باشه پی بیار ما چون پلاستیک میگیریم هیچ یا این دیخت چور نمیزنه فکر نمیکنه که تا چی وقت او رقمی کارا کنیم کل چیز همین تو درش خندی تیر کردن اونجا خور نیک را میگرفت کسی از چی میکنه دختر چی پخته کردی؟ قربی کچالو دیگه چی؟ کچالو انداختی؟ چی میگم خیلی قرق من هم شنیدم چی؟ هم شنیدم خب اینی چی میگن من قدمی موبایل گپا دسترسی ندارم من اینستاگرام میگم چی میگن دونو ماشم که آرزو کنم کسا پیدا کرده یا باید پیدا کرده تو دختر بازی تو بچه بازی سوتی اگال است قصه ناز و نوازش ماشم ایران بانی برو انشالله دیگه شام مگری زمین کارش یک چند وقت دیگه خانه سودا نمیکردن نالون خانه میمون بر ما یعنی یکیش که گویه کتی فردین دیگه شون گفت یکی دیگه من روز بخشم تو رو پیدا کنه کی میگه؟ من میگم شنیدم برای گوشه کلش شنیدم خیرت بود به موقع من تصویصا و موضوع رو میکنم عکسای زیرم روی من برای من جور کرده بودن در چت جی پی تی چه قسم استفاده خراب کرده بودن که برای من میخواستم بد معرفی کنم
تو یا پس چرا چطور کنیم خیلی خواهمی روز آمده سر ما مجبور هستیم باز اون نفرشم پیدا نشته که میگه فردین کرده که میگه اجمل باز تو راستی فردین اگه بد باشه اجمل تو بچه نیست که تو غلط درک نکنه باری از یا اجمل خیلی بچه خوب است نیست اعتماد دارم سر آرزو دیگه آرزو نمیفهمم گفت که مچ ما چپ شد کمکم کرد خدای خانه هستیم اجمل مثل بیادر ماوری است کلان ما از بیادر ماوری مثل فامیل هستیم دیگه او گپا بسیار عادی باید باشه با ما شما دیگه این دشمنا که کارا رو میکنه خیلی چی بگه خب ما مدنی گپ میترسم سلما تایید تو گپای خورد ریزه بانه بگیره تا گپ کجا میرسه نه ما گفتم من خودم فهمیدمش گفتم خیلی چی میکنی یک روز بشینی دو روز بشینی آخر خور افتاری استخوانی بختت دیگه اون آرزو ما دیگه به خدا خوش نیستم خورم از پیش مادرم جدا شد خب مجبور هستیم دختر از نامزاد شده مجبور است که یک روز بره نه یعنی دختر خانم دیر میشه پشت خانه بخت میرم خوب است که با خوشی معامله ما شما چه امو که خدای نخواسته که باز جنجال پیش نشه هر گپ زیاد چه اینا تو جنجالا میخیزه سعی کنم چی حال انداخته آرزو از چند وقت است که تو بدخویی است از اینکه خوب است که این معامله رو جمع شما خیلی سرش فشار زیاد ندید قطعی برشنه یادآور نشو که اون بیز اوقاتش تلخ است سیست خیلی بیشه یک پیاله چای برد بیان مرزوم رفته خدا گم کده اون طرف آقار است نه خیلی بود که برسه یادآور نشو بانش کار خطر من یک کار میکنم که دلداری باید بودم سیست من این کار نمیکنم سلمان خدایتر دارده بخفکر میکنم بگولم چی روی دختر هست اگر خودش ناز میکنه نه نرفتی خیلی چی دیگه؟ از تو تا بالا اجباری ندیدیم خیلی چی شده ولی باز چی رو حالی اقتم میکنی؟ بس از مرسل خیلی از برو دیگه زیاد نپذیر نظر خدا بد نکن خیلی تو نکو دیگه سمی رو باور کن من از جگر خونه مرسل چی میخوایی؟ تو چی میخوایی ازم؟ خب میخوایی مثل انسان این در خانه زندگی کنیم دیگه خب من مثل مثل چه انسان زندگی نکنیم؟ قصر صدا سعی به گپ زدن نکنیم فهم صدای تو پایین بیار سعی بخیر بشنم مامای مثل چی بگویم میگم به خانه جگر خونه خوب نیست سهل که لطفا گفتم من میتونه میبینم می تو فاقد کدم چند وقت هفته اون ما در یادم میاد چه قسم خدا کنترل کنیم چه قسم صدای ما پایین کنم خب ما کاری بدی نکردیم اشتباه نکردیم گفتم شاید اما آمده بودیم اون روز که خودم گپ زده بودیم تو خلاص شده بود چی گفت تو برای ما شیطانی کردی شیطانی نکردم فقط چی خیلی سر مامای بدخون لب جای مرا میشینه میگه که مرسل صحیح رفتار کن وقتی تو صحیح رفتار نکردم تو این روزه خب این اون صدای به من مجبور کردید من صدای رو بلند کنم اصلا بزنی که مستو خب من مجبور کردید خب اگه ما مجبور شما میتونم از پیش میومدی که دارم ولی گپ میزدم نه دارم صدای رو بخش دادم چرا نمیگی مامان شکایت کردی مامان من رجوع گیر میکنم که مرسل صحیح رفتار کن من صحیح رفتار نکردم جیغ نزن سمیرا خیلی که جیغ بزنم چی میتونی برو بس پیش مامان شیطانی میکنی برو بابا از نظر تو من شیطان هستم دیگه که میشه خودم برام شیطانی کردیم من شیطانی کردم شیطانی نبود چی بود مثلا که من فقط از مامان من خواهش کردم به آرامی فقط نمیگم این قسم رو که خودت قصه کنیم یعنی من قسم رفتم آرامی مامان من چند دقیقه قصه کردیم خلاص راسوی یک تو باور نمیکنی میگم از پیش معذرت خواستم گفتم که شاید ما برداشت بد کردیم که شاید چیزی در دلش نبوده باشه خب من چیزی نگفتم اگه خودت نبودی هم تو چرا مامان پیرکی تو ما میگفتی دیگه نه چرا پیش مامان گفتی خب چند روز پشت کله جواب میداد هر چیز من گفتم من از مامان گفتم منو قدم من گفتم هر کسی باشه جای من از مطلب رفتار میگیره تو کار کردی که پدر چپا نکنی راجع پدرت اون قسم کارا کرد پدرت نمیگفتی و من پدرم چی کرده مستر از چی میکرد چی کرده چی میکرد اون خوبیش بود اما خوبی بود تیش خوبی رو نمیگم بر تو آدمایش خوبی نیست نه من اجازه یک تو پیراکی دست کوچه میارم که تو متو کنه متوجه گپایت باش گفتم نه خب ولی پیراکی از کوچه میاره گپایت گفتم میری پدرم از کوچه نامده بود پدر دست خاله دخترش بود آمده بود خاصه اسم ما احترامش دارم احترامش کردیم کدام به احترام کس باشه به احترامی چه قسم باشه چی بگویم دیگه گپ خدا گفتم میری هیچ گپ دیگه رو به اهمیت نداره که گپای تو خیلی بر اهمیت نداره هیچ نداشته باشه یعنی می خودش نمیتونست که پدرش مستور خوب نبود اومده پیراکی رو نمیگرفتی ولی من نام پیراکی رو گرفتم چه قصهش بد خورد که نام پیراکی رو گرفتم من اونم پدر چشم سفید یعنی دختر چشم سفید دو تا یکیست هیچ فرق نداره نزدیک دیگه تو چی بگویی قلب امروز خوبی که کارایش بگویی قبلش خدمت کو مثل خوارم ولیم یک زلمه تو یک نمیده قرار وقت تو فکر نکرده بودم که زن مامای مثلا تو فکر میگم که ما دوستای خوب هستیم دوستای صمیمی هستیم مثل خوارم فکر کرده بودم خوبی نمیدونم دستی به نمک دست من نمک ندارم چون چرا برای هر کس خوبی میکنه من تو مقابل خوبی من تو پس بدی میبینم کل چی در گوشه خودم شنیدم یعنی ما مسترگران چیز مسترگران چیز چون خب چیسته حالا اینجا خب حالا خود در بین یک دانه است حالا چی شنیدم که
تیر ما رو بیاریم. آلو تیر ما رو چرا بیاریم؟ دلم نارام است، دلم به خود سم میکنه. کاش همین کارا در مولی میشد که مولی خود سودا نمیکرد. نال کلش به من ایمان. آل من خانه که کری چی کنم؟ آل خدا نه کسی مردن نه دیگه او چرا به تو میمان؟ اون سودا کرد گرفت. خودم تو که هیچ کسی فردین گوری خود دیگه شون که یک دیگه مگریزه بخاطر نفر پیدا کرده. کدام بچه رو به خیالم پیدا کرده. غلط شنیدی تو. حتما تو غلط شنیدی. باز میگه غلط شنیدی. او خدا صبر بده برم. میگه غلط شنیدی کجا من غلط شنیدم؟ آدم یگان دفعه غلط میشنه و یگان گپ خو. با گوشایم شنیدم چه قدر گوشت گرفتم که قسم میکرد ناز نوازش میداد. من شنیدم با گوشای خود گوشای من خر نیست یا گلمی خو نخورده. شنیدم ناز نوازش میداد در نکر استراگرانان. من میفهمم این دخترای پایشی نیست یکیش که گریخ دیگه شان مگریزه هیچ کدامش نمیمونه نه نشم که کم داخل جوره کنه من میفهمم تنها که من مجبور میشه مگریزه میره دیگه من اینجا دیگه خودم گفتم اون سلمانشون هست برو فشست دیگه بخار اسلام میفهمن از کجا میفهمن مشنون چی رو مشنون حالا تو نیست که این اولی دیگه واری باشه اینجا خونه و خانهشون مشنون نیست دیگه در کرایی در بودید خودتان بیشین خوشحال بید بر شما خوشحالی جای افتخارت دیگه پا بیازه شرم نیست غیرت نیست ننگ نیست دیگه خانه ما در کار برم که باز دراز بیاید تا بره بالا بره یک قدم اینجا بونه دیگه جا تدالیست حالی هر روز ایره میگه به تو دراز است و که مجموع فلان است و فلان نیست همیگه به تو چی معلومیته؟ اینمی تا که آرسی نکده این بچه حق نداره در این خانه بیاید دو خانه حق نداره که خدا این خانه خواهی چه حق نداره دلش نامزادش تره چی؟ نه تره چی حالی؟ دلش نامزادش باید بوی میته این خانه را بوی میگیره تو دیوانه هستی چیستی بوی میته و کل پای از او باید نباید باید کنم دنیا زن برد در خانهشان خدا کنه که باید پایلوت 6 ساعت 6 تا کار کرد اینجا مزاحمت بکشیم خانه را پاک کنیم ستره کنیم و کتبوی بینا باید دوستای تو خونه خورده که پاک صفا کنی اون نامزادش کرده پاک صفا نه که در آن خودم کردیم میگه پاک صفا میگه معلوم است دی خانه که هر قدر بسوزیم بسازیم ایچ هسته برو تو که چه وقت مشموشیار میشی که طرفداری شویتا میکنی این دیگه معلوم نیست یک در هوشیار تو تا چی وقت پشتیبانی از مادر میکنی تا چی وقت پشتیبانی از لقای میکنی این کل بدبختی از سینیم مادر تو سینیم خانه رو اینا تو خواله بدم که روزگار میرسیدیم یک ذره هوشیار شو بفهمین من مادرم هوشیارترین کل بسته اینم خاندان اینمی ما مادرم هستیم اجمل پرنک به خدا مریم خود رقم و اینمی ما مادرم دست نگیریم زندگی را خود ما رو صبح میکشیم از خانه اینمی تو هستی که از روی تو ما اینمی خانه را گرفتیم جا را گرفتیم اینمی زندگی میکنیم یه هوشیار نمیشه یاد طرفداری شو خدا کنم 24 ساعت از مادر طرفداری حال با من دختر که بشنوم باز میگه غلط شنیدی خدایا فقط من دیوانه هستم یا گوشان گل میخورده سعی صدره شنیدم چه قدر انت گرفتم انت گوش میکردم میگه که من ناز میداد نوازش میداد تو با سیاه یک رقم دیگه بعد دیگه با رقمش گفت میده تو رقمی مکایی میتونم با خدا سر سیم سفید شد من تا بال کرد کسی رقمی گفت زن نمیتونم یک رقم خنده و ناز سیران باری مفتون بار بخیر گلم تو هم جمع شد خلاص شد دیگه تو هم بگیدی میری می موبایل ها کل لگیدی می رقم کرد اونم نیده می موبایل ها نخواهشم گریخ نالیش نوبت آزوش میگریزه اینی چی میگن او دختر من خواست این نمایش نمیفهم نوکیا داریم در کل خانه ما یک چیز نداریم از وقت موبایلشون کتا سینه قچب لقای کنه واره نه فردین داره موبایل کلام خود داره ولی مرا خو نمیده که مرا میده پیش کچ بخی سر حسابش نمیفهمم مثلا چیز دوک میگن و مثلا سنار میگن مثلا اینستاگرام میگن چی میگن اینستاگرام میگن حالا یاد ما چی اینستاگرام میگن فردین داره خب من خو نمیده بچه من خبر ندارم دیگه دنیو یک کارای را دیدم که ایران ماندم بچه‌م گفتم برو بخیر دیگه تو رفتن نیست میره گم میشه دلم جمع شد دیگه کاش هم خانه را سودا نمیکردی که اگر رفته بودینم خیره من برم بچه یک سفر ببینم چی گپای دیگه میشه چی اولای دیگه با تو بیارم آلگه به گوش نه گناه داره که قدر مادرم برای شما خوبی کرده خوبیایش به خاک یکسان نکنید پیشکش نمیچشم میزن که ازشون داره آرام بشی
ده دفعه گفتم سر آرزو که از قبل من درزا بچه فردین بسیار زبانش هم تو که قرار داره خدا ما جان چی کردیم؟ ما مسئله از مرد بود اینا میگه نه پار مرد من نه پار تو چیکار دارم خیر بینت ما اینجا فردین ما کدام گپ دروغ نمیگم از دلم نمیگم کل گپایتون شیرین پیش ما تا چی میگفتین از پیش تو خطا خود از پیشه بر من خودش اینا خورده بودن شب سعی بسته نکرده بودن خطا خوردن کدام از کل سعی محمد میگم که سعی داماد جان خب بچه های اولاد داماد بچه من خانم درگره خب نه چقدر اگر نصیحتش گفت که خواهد از بود اولاد پدرت از بود که نه نگی بود اجای خوابگاهی رفتی که نشد پشت و گپ پیدا کنیم دیگه که موضوع را آرزوی به درجه آخر بیعقل برآمد من گفتم بسیار هوشیار هستی دختر موشه مگم نه بسیار جاهل برآمد تو میفهمی؟ تو مش مادر هیچ گپ نمیفهمی دختر میفهمی که من رفتم دید که وسایلای آرایش یار کل چیزی که بده نبده جمع کرده در پلاستیک انداخته که من دست و بیت میتم بره خانه هیچ خلاصی ندارم هر چقدر که کار کنی باز ببینی که یک کار مانده من فکر که از وقتی که در دنیا آمدیم این وضعیت دارم میبینم آره چرا این کار نمیکنه؟ چرا میکنه؟ از خورترکی تا اینه میره اونمو خویه داره از اون رقم که خیلی نشد اینمی خویه هست اصلا خورترکیش هست نیستم برو دیگه مقصد کار نباشه خواهد ما دیگه من گفتم تلفن رو که برات آوردم دختر چی پسند ما فقط از مزاق کار گفتم باشه فکر دیگه شوم دختر دیگه چند روز کشیام کردی نانی